بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په هغه ورځ یوه ستونزه مو دا لرله چې دې دروازه کې د سایډ لایټ چې دی دا څنګه ډیر کو پام مو نه و. خیر دی، اوس دلته دا دروازه کلیک کوئ، پراپرټیز ته راسئ، ایډیټ پراپرټیز. ګوره دا پینل ډور پینل وی ډېر راکم کوئ، خپله هغه زیاتیږي، د سایډ لایټ زیاتیږي. اوس دا نوی دی، زه 80 کوم، اوکې که ګوره دلته زیات شو، خو د دې لپاره چې 80 سانتي د فلې لپاره ډېر وړکی دی، نو کېږي چې د دې عمومي ویټ د دروازې زیات کړئ. عمومي ویټ دلته هایټ ویټ څه شو، دا 160 دی مثلا، دا 140 کوئ، 1400 صحیح ده. دا 1400 کوئ، سایډ لایټ هم دا دی غټ شو او پله هم غټه پاتې شو. یو دا مشکل و. بل د کړکۍ لپاره بای ډیفالت سیل هایټ کې مشکل موږ لرو کنه، چې سیل هایټ څومره اوسي. دلته خو ګوره سیل هایټ کولی سئ مینولی اپډیټ کې، هلته چې لاړ سئ دلته به هیټ هایټ وګوره ښه، ډیفالت هیټ هایټ ګوره 2110 دی. هلته هره کړکۍ موږ چې راواخلو 2 متره لوړوالی و که نه، هلته به مو چې جوړوله 110 mm د هغه ورته ورکوو، د لاندې د سیل هایټ و که نه. موږ سره څو راځي 2800. اوس که ته دا بای ډیفالت 2800 دا برابر کړې د هیټ هایټ، نو که 2 متره لوړوالی د کړکۍ دا به 80 سانتي هر چیرې چې ته بیا جوړی همغه سیل هایټ به اخلي. اوس که ته هیټ هایټ به یې هومره وي. نه بره هیټ هایټ دغه د کړکۍ بیخ دغه زه اوس درته ښیم د سرطاق د سرطاق بیخ همغه ده. مثلا اوس دلته کړکۍ راخلې، دا مو لږ څه ایډیټ کړه، او هیټ پاس دی. خو ته که هیډ ورته هلته ثابت د هغه کې که نه یو کنسنټریټ ورکوې چې تا هیډ 280 وي، اوس کړکۍ دی که 2 متره وي 80 سانتي سیل پاتې کېږي. که کړکۍ 1.5 متر کېږي بیا 1.5 متر 50 سانتي نور په هغه باندې ورته ورواچي 130 راځي. همداسې بیا اجسټ کوي خپله سافټویر، همدا مشکل دی. اوس بل پوښتنه خو نشته که نه، دې ځای پورې خو کومه ستونزه نه لري. ښه، اوس زه ګوره کړکۍ هم وسوه، دروازه هم وسوه، دیوالونو په ټایپونو هر شي باندې پوه سوئ صحیح ده. اوس زه پلور ته ځو، پلور څنګه جوړوئ؟ زه ارکیټیکچر ته، ارکیټیکچر کې به دلته پلور پیدا کړئ. ښه، دا دی پلور، دلته کلیک وکئ، یو ارکیټیکچرل دی، سټرکچر دی، فلور بای پیس دی، سلاب ایج دی. موږ اوس څه شی په کار دی؟ ارکیټیکچرل صحیح دی. هو ګوره بیرته زه مډیفای ته ځم، ایم ډي انټر کړئ صحیح دی. دا دلته راسه یا اسکیپ له لارې بیخي ترې وځئ. پلور ګوره ارکیټیکچر ته راځئ، بیا ځئ پلور ته، پلور کې پلور ارکیټیکچرل راواخله صحیح ده. دا د چې کله راواخیسته دا کټ مټ د دیوال غوندې چې څنګه موږ پراپرټي د دیوال لپاره مو هغه لیرې ټاکلې، دا هم همداسې ده. یوازې دومره توپیر کوي چې هلته ورټیکل و، اینجا هوریزونتال هستن، تنها این قدر فرقش هستن. اینجا که بیاین این پلور است، جنریک پلور اینجا 40 mm است، پیش از پیش جور شده این میان. خب ما میخوایم یک پلور دیگه که به خواست ما باشه، یک پلور را دیپاین کنیم، میریم ایدیت تایپ برایش میگیم. خب در ایدیت تایپ که آمده این را دوپلیکیت کنیم، اینا میره هیچ ایدیت نکنین، دوپلیکیت کنین که یک کاپی ازی بگیرین، بدل خودتان یک پلور را جور کنین. ما 130 mm تک پلور جور میکنیم، تکنیس یو نوم ورکوم، داسې نوم چې بیا ته کولی سې سرچ کې یا که غواړې سلیکټ کې نوم ښه دی، هر شي ته چې هر شی چې نوی کریټ کوئ نوم ورته ورکوئ. تک فلور سلاب ورته وایم صحیح ده. دلته دی چې نوم بدل که راځي ایډیټ ته، په ایډیټ کې 400 دی، دا
یو سل او دېرش mm که 130 mm. اوس دا که تاسو سره سلابان ګریډ واوسي، سلابان ګریډ اوس موږ سره د تاکاو په سر چت دی، تاکاو په سر، خو ما زیرش پلاستر داره RCC هستن، سرش اگر شیفته میپرتین اون شیفته میگیره کانکریت، اگر تل میکنه تل میگیره، هر چیز که دلتان باشه. ما اونمون لیارا اضافه میکنیم مثل که در دیوار میکنیم، این انزرت میکنیم، اینمی لیارا بیخی داون زیرش میاریم. خب اینمینجا پلاستر میکنیم 1.5 سانتی یا 15 mm برایش میگیم سایز. بریم با موادش. پلاستر، این پلاستر است. اگر میگی پلاستر بورد هر چیزی که برایش میاریم مشکلی نیست، چیزی که موادتان باشه. یک لیر دیگه ما انزرت میکنیم، اینمی را بالا میبریم در سرش. اگر شیفته میپرتین مثلا 3 سانتی 2 سانتی یا 2.5 سانتی تیرازوتل تقریبا 5 سانتی میشه، نه 5 سانتی 6 سانتی هر چقدر که میگیریم. ما چند میگیریم؟ 5 سانتی میگیریم. این 50 mm. اگر او 3 لیر باشه، نه مثلا 3 لیر، یک لیری تان مثلا 3 سانتی شیفته میپرتی سایز، یه سی کنیم اینجا میشه. مارتر نیست، نه به نام مارتر چیزی نداریم. خب یا ما پلاستر را میگیریم، خیر از باز مواد ایدیت کرده میتونین. خب مواد اگر این میخوایی مثلا اینجا رایت کلیک کنین، این دوپلیکیت، این اینجا میخوان مارتر سایز، رنگش که چی رقم برایت معلوم شوه، پیترنش از پلاستر اینجا خود دیروز گپ زده بودیم، نه در بگراوند چی رقم معلوم شوه از اینجا میتونین ایدیت کنین. ما حالیتان نامش ایدیت کردیم، اینمی مواد میاریم مارتر شد سایز. یک لیر دیگه انزرت میکنیم که در سر اینمی بیایم. ترازوتل 2 سانتی تکنیس داره، نه خب ما 2.5 سانتی اگر داره اینن 25 نوشته میکنیم. بریم اینم اینجا ترازو تل ببینین اگر باشه. خب ترازو خوی دیگه است، یو شای باور سره کولای سه چی دلتا براوسر که بریم ترازو نیستنی اکاستیک المونیم لیکوید کانکریتس فلورینگ کارپیت ستون. اینه ترازو. او دین اوڑی حالت اوڑی خواه گوره دا ترازو ما غذای تراوڑ سایده دا زم دا ترازو تیل ورطور کن دل تراغه خمه اوکی. یو خبر ده خواه هر میتیریال چې تاسو سلیکت کړی وي هغه ځای نه چې راوړي بیا هماغه اخلي. ترازو مې راوړم، وای خیر ده. ترازو څنګه راوړم؟ یو نوی مواد جوړوم زه ښه بای ډیفالت ترازو فایل ورکوم. ترازو زه باید هماغه هغه راوړم ترازو تل نه دا دی نشته. دا چې دی
اوس راغی که نه هماغه ایمیج چې د تیرازو ټایل دی اوس دې ځای ته راغی ګوره پینل میسینری فلورینگ تیرازو وایت اونمو عکس از لیبراری آوردیم اینجا اگر خودتانم داری خب مثلا میره کلیک میکنین این اینجا اگر دیگه هم برایش انتخاب میکنی اینجا اینمی رنگایش هستن این خب وود هستن اگر تیرازو باشه از اینجا بیارین اگر اینجا نباشه بیخی در لیبراری خودتان اینجا تکسچر هستن خب ماربل فامیلی تکسچر به این ماربل میبینیم اگر در بین اینمی تیرازو باشه هر چیزا باز وقت ضایع میکنه ما اینمی یک عکس که ماربل هستن اینمی برایش میاریم صحیح این اوپن میکنیم اونمو آمد باز اینمی تکسچر هم میگیره خودش اونمو مواد تیرازو تایل آوردیم 25 ایمیم تکنیس دادیم دایی خود دیگه چیزی نیست نه اوکی میکنین اوکی فلوری ما دیپند شد فلوری تان که دیپند شد د اونمو فلور هستین حالا میرین اینمی لاین که هستن اینمی لاین اگر میگیرین به این میتانی فلوری تان جور کنین به اینمی سکویر اگر ساده باشه به یا رکتینگل باشه به این میتونین جور کنین خب اینجا که کدام شفا میبینی از کلگی استفاده کرده میتونین ما اینمی لاین میگیریم این از اینجا شروع میکنیم داخل میتونیم نه اگر بیرون میتین باز یک گپ دیگه هستن خب بیرون هم میتونین که بتین باز باید اونمو فلوریتان که چی جاین کنین یا اگر بیرون بتین باز یک خط معلوم میشه خب معلوم نمیشه نه ما تنها در مهندسی کار میکنیم که مهندسی خوبتر معلوم شد ولی میتونی یه بیرون هم ببرین اصلا خب باید بیرون باشه یک دفعه کریت کنیم باز دیگه گپش اینه تو جور کنیم وقتی که به اون نقطه اول رسیدیم اینجا برایش فینیش ادیت مود بگوین اون فلوری ما کریت شد اگر در 3D برین یا در 3D اگر نمیرین در ریالیستیک ببینین پروژه سیو کنین اون فلور جور شده اون موادی که ما سرشان اپلای کردیم اونمو را گرفته مثلا اگر حالی بیاین در 3D ویو ببینین فلوری ما جور شد خب حالی میخوایی فلوری تان باید بیرون میبود نه پیش که میگفتی زیر دیواره فینیش باید فینیش حالی تا فینیش خپل رازی دلته بیرته موږ لیول 1 ته ځو اوس وګوره ښه ته غواړې دې فلور کې یا تېروتنه درنه سوې ده یا ځینې نور تغییرات راوړې که نه لکه اوس موږ دننه جوړ کړی دا باید د باندې واوسي که هماغسې غواړې دلته راسه اوس د دې سلیکټ کول هم لږ ستونزمن دي که نه ګوره نسي سلیکټ کولی دې ځای ته چې کله راغلی اوس دلته ډور دی که نه دلته به ټیب ووایه ټیب کیبورډ کې هلته لاندې درته لیکي په دې کونج کې که وګورې لاندې ځکه اوس ما دغه ځای ته بیا ګورئ ښه اوس دلته وګوره زه ټیب وایم هلته لیکي فلور 110 mm تک یعنی که زه اوس دلته کلیک وکړم بیا فلور یې ما سلیکټ کېږي ټیب نه به ګټه اخلی ډېر اسانه تاسو سلیکشن کول دا د چې کله سلیکټ کړه رابسې ایډیټ باونډري ته اوس که غواړې دا اخواته یوسې دا د اخواته یوسه که دا هم غواړې اخواته یوسې کولی سې یوسې که دا غواړې بیخي دې خواته راوړه دا که غواړې دومره لرې یوسه داسې یو بیلګه دی د دې لپاره درته اوس بیرته فینیش ورته ووایه لاړ شه 3D ته هماغسې جوړ شه میشه جدا جدا جورش کنیم
میشه حالی دایی مثلا میخوای سوراخ جور کنی نه دایی روی حالی میم سریشم میشه جدا جدا هم جور کنیم او رقم هم خوبتر میشه میشه اینمی را ما دیلیت میکنیم سیز یا هیچی دیلیت نمیکنیم این رقم باشه یک طریقه دیگه برای نشان اینمی لیول 1 برین این را پس ایدیت بگوین اینمی اینجا بیارین تشناب جدا هستن اینمی رکتینگل بگیرین خب رکتینگل اینجا هیچ ما اسلب نمیخوایم اینمی اینجا سیز یا بیخی اینا کلش اینم اینجا نمیخوایم اینم اینجا اسلبی ما باید نباشه تباش که از اینجا بگیریم اینم اینجا تا اینم اینجا هیچ نباشه سیز دیگه دهی تشناب اینمی کمی بایدی طرف بیارین باز خب حالی اگر یا اینمی بیارین یا این خط اینمی رقم بکنین خب اونمو را میمانیم بازو پسان میشه ایدیت کنیم ببین اینجا اسلب هیچ نامد هیچ اونجا نیستن اگر حالی در 3D برین اینم اینجا ما اسلب نداریم این او سعی خوب معلوم نمیشه به خاطر که ما 3 متر بلندی داریم از دیوار بازم زیرش دیده نمیتونیم ایسکو باکس که هستن خیلی خوب میتونین که اینمی را زیرش ببینین یا با کسی اگر نشان میتونی برایش گفته میتونی که اینم اینجا کجا هستن ببین اینجا هیچ سلبی ما نامده اینم اینجا خب حالی میخوای اینجا یک سلب دیگه دیپند کنی در تشنابا برین باز در فلور برین اونمو این فلور هستن بیاین در ایدیت ای را دوپلیکیت کنین در تشنابا خود چند سانتی شاید بیایی که 13 خونمو هستن سیز هرچند که میشه اینه میتون نوشته میکن پایلت شاور میشه پایانشم پرته اینجا میشه اگر چتی سیستم باشه در اینمی یک لیول باشه در یک لیول میپرتی بازو مربوط پلمینگ میشه که چه رقم شما پلمینگ کار میکنید اگر پایانش میپرتی حالی اون پایانم میشه که اینمی رو اینمی حالی میگیم گپی نیستن در جریان درسم اگر میگی چه مشکل داری میشه خب خیلی ساده است خب این 13 خب اونمو تکنیس هستن چیزی که در تشناب اونمو عادی هستن خب مارتر خب کار میشه در اینمی خب تنه اونمو اینجا میشه که مارتر کار نکنی مثلا اینجا هستن ریگ میپرتیم فکر کنید 10 سانتی ما ریگ داریم صحیح است نه؟ به خاطر اونمو پایپا باز اینمی را این تیرازوتال که هستن اینمی میشه مارتر بگیریم اینجا شاید تا 4 سانتیم بیان خب 4 سانتی باز یک لیر دیگه انزرت کنین در سری اونمو این را کاشی در تشنابا باید 1 سانتی تکنس داشته باشه خالی سرامیک تایل و 6 میاره ما اونمو 6 میتیم سیز کارا یادی است خب این مارتر میشه مارتر این دیگه زیرش سن ببینیم که هست یعنی این ساید سن این دیگه سرامیک تایل اوکی دیگه سلاب هم دیپند شد این تقریبا 29 سانتی معنی حال سلاب که دیپند کردیم پس برین در لیول 1 سیز در لیول 1 که رفتن
این اینمی را بگیرین این حال آسانتر میشه نه با ما از اینجا تا اینم اینجا جورش میکنیم اینجا یک سلب دیگه شد جور شد خب و رنگش که نمیه و کاشی خودش سپید هستن اینم اینجا باز با پلور برین پراپرتیز اینمی تایلت شاور اینجا هم جور شد خب اونجا هم باید جور میشد خب اونجا فکر میکنیم پیش جور نشد فلور این از اینجا میگیری تا اینم اینجا خب جور شد حالی سیست این هر دو پلور جور شد حالی میگه که اینمی پلور حالی به یک لیول نیستن بخاطر او تاپش یک لیول است تاپ به خاطر که در یک لیول کار کردیم نه ولی زیر او که تکنیسش زیاد هستن زیر رفت حالی میبینیم چی رقم میبینیم میری با ویو اینجا یک سیکشن هم میگیری از اینجا یک سیکشن میگیریم خب اینه go to view اینجا این پلور که هستن از تشناب هستن به خاطر قدر تکنیسش آمدنه ولی که هستن از چی هستن این پلور اتاقه هستن اگر اینجا ببینین دفعن باز خوب صحیح معلوم میشه اینجا ما داشتیم مثلا پلاستر بود کانکریت بود باز مارتر بود باز تنه تیرازوتایل داشتیم نه ولی اینجا که هستن این پلاستر از خود کانکریت هستن سند هستن باز در سرش چی هستن اینمی مارتر و دیگه سرامیک است این خو یک لیول باشه فرقی نمیکنه نه باید باشه اینمی اگر دیگه هم زیر میبری اینمی پلوره نه اینمی پلور این اگر زیر میبری اینجا میشه هایت اپسیت که هستن خب حال صفر هستن فکر کنه چقدر پایان هستن اینمی هر چقدر که من پی 25 خب 35 که 15 برم 20 میمانن 20 سانتی اینجا که هر چقدر چی دادی اونمو پایان میاد ولی اینجا باید یک بیمی دیگه داشته باشین نه که نمی بگیره باز به خاطر بیم و گپا و از پسان کار میکنیم حالی زیاد پشتش نمیگردیم نمیریم پیش ولی میتونی یک سلب پایان میاری بالا میبری اینمی رقم میشه ببین حالی تقریبا 20 سانتی از تشنابا سلب پایان هستن اینجا اگر ایده 3D برین اون ای سلب که هست ببین پایان شده اونمو قدر 20 سانتی که پایان بردیم پایان شد این را پس سلکت میکنیم منم اینجاست دا بیرته صفر تراوڑو دواړه یو بل سره دی برابری اگر حالی ایدیت میکنی که پس اونمو پلور برایش میته مثلا پلور یک سی داشتیم نه اینم یک پلور دیگه هستم پیش دیپند شده خب اینه یک سی نمیم بکنیم حالی اگر در سیکشنش بریم این یک سی هست این یک سی از بیخی یکی هست در اینجا انجینس رو خواسته باشیم از آپشن مچ پراپرتیز استفاده کنیم میشه اینه اینمی مچ پراپرتی این انتر کنین اینمی پلور دیگه هستن نه اون مچ شد مثلا پلور مچ مایکانش در کجا بود؟ دوکی در بالا خب سایز نه اینجاست این کنترل زد میکنیم ولی میخوایم اینمی پلور کتی مچ شد اون یکی شد اینم اینجا یک پلور دیگه که بود اینمی طرف نه
فلور ببینیم که هست یا نیست یا دیلیت کنیم. هستن سایز این فلور ما دیلیت میکنیم سایز کار ندارم. نمی فلورا اگر میمانی بانش اگر دیلیت میکنیم میشه که کلش دیلیت کنیم. این نمیم دیلیت این نمیم دیلیت میکنیم. ما یک فلور جور میکنیم اثر یک فلور باشه حالی کمی آسانتر میریم باز پسان هرچی که میخوایی باز میشه یک روز در فلور میخوایی در فلور کار میکنیم دوالی نمیرکم. خود در فلور میریم یک فلور که حالی دیپند کردیم نه تک فلور اینمی بود نه 113 این به خاطر داخل میتیم خب چه دا بیا روستا منگا آغا که نزوره کله چې رینډر کوو بیا هلته خطونه او دا شیان داسې ښه نه ښکاري. ښه دا مخکې چې سم نه ښکارېده راته ښه جوړېده خو ولې موږ هغه کې دی سیلینګ کې مو کار کړی ما هېڅ پام نه و سیلینګ پلان ته تللي و وینئ دې ځای پورې خو مشکل نه لري مشکل خو نه ده. مشکل نیست جست فقط ثوابم قسمت کدام؟ چیز که میره در قسمت باکس سکشن که میره من اگه خود اول اخباری نمیتونم نمیشه خب در باکس که میرین خود چی از در پراپرتیز هستن این پراپرتیز اینجا که هستن سکشن باکس هست این میره اپلای کنه این ازی رفتیم نه کشیدیم ایره تک مارک کنین اپلای برش بزنین اون سکشن باکس آمد خب اپلای برش بگوین بازی را هر رقم که میخوایی یا تاییتون قطع کرده میتونین اگر ایتا میره این رقم قطع میکنین بازی رقم برایت معلوم میشه میبینی دیواره قطع شد این نمی رقم اگر سکیلش ازی زیاد کنین اونجا پروژکتور از خوب معلوم نمیشه در کامپیوتر شاید خیلی خوب معلوم شوی باز خب از این ما او پراپرتیز کرد خالدین اوزمون حالی میخوایی که یک سلابی باشه دایروی باشه نه یا میشه یک دایی چی شود سوراخ میتین دایروی یا میشه چارکون جا رقم که میخوایی نه میشه که جایی که پایپ چیز باشه اونجا خب باید اوپن باشه اونمون جایش اوپن میمانی میشه که یک دفعه سیلکت کنی این باز تب میگیره سلاب چی میکنی سیلکت میکنی خب ایدیت باندری میای در ایدیت باندری اگر میخوایی که یک اوپنینگ چارکنج داشته باشی خب این بگیرین مثلا اینجا یک اوپنینگ میتی برایشان اینجا خب باید نباشه معتنه به خاطر میگیم که پرکتیس کنی بفهمی که رقم مثلا این رقم دایروی میخوای اینم اینجا یا اینجا و یا میخوای یک بالکون چیزی داری چی هستن ای تو کار بستن اینمی قسم آمده بازه اینی یا میشه که در لندسکیپ کار میکنی نه یک سلاب جور میکنی خب ما تا اینجا میریم خلاص باز در یک چیز فکرتان باشه در اینمی خطا باید گم کنی خب باز سافټویر نمیفهمه که چی رقم برایت کریت کنه نه این خطایی که دیگه اضافی در بین اینمیسته نه اگر کلوز باشه باز او اوپنینگ میمانه او را اوسو کردیم نه که یک
سلابی رقم کریت کنه. ببینین خواه رقم که سلاب بخواهی در دلتان که میگردنه در لندسکیپ با زیاد کار میشه اینمی میشه اینمی رقم سلاب جور کنه. اینه ما پس میریم به او سادهش کنترل زد. صحیح شد؟ تا اینجا کدام مشکل چیزی؟ خب حالا میریم زینه را جور میکنیم. صحیح؟ زینه را خب پیش از اینکه ما به زینه بریم زینه را جور کنیم این آشپزخانه هستن. میخوایم یک زینه از اینجا بالا شود یک زینه از اینجا بالا شود و یک زینه عمومی اینجا است. صحیح است؟ خب بخاطر اونم یک دروازه اینجا میمانیم. این دروازه میگیریم کریت سیمیلر برش میگیم. اینم اینجا یک دروازه کنیم. یک دفعه الیویشن ایتان ببینین که کدام نیچرال گراوند لیول داریم. نه ما از نیچرال گراوند بالا میشیم به لیول 1. اینمی دو زینه که هستن این از نیچرال گراوند بالا میشه به کدام به لیول 1 میره. نه اینمی اندازه مهم هستن که پیش از پیش زینه جور میکنی ببینیش که چند هستن. 1.78 128 او دادی منگ سره 1.150 نیم کنه 1.150. بیاز ارکیتکچر تا سایده ستیر را خلی ارکیتکچر ستیر تا چلاړي دلته ډېر ډولونه دي د زینې ښه بیا کېږي چې یو ورځ یو ورځ زینه باندې ځان ته کار وکړو. اوس یو ساده هماغه رن راخلم ښه رن اکچوال رن وید مونږ سره هلته څه و بای ډیفالټ 1 متر اخیستی مونږ سره 1.28 و که نه دا 1.28 ورته ورکوم دغه ځای کې یو زینه جوړو. دلته پراپرټیز ته راسئ که دلته وګورئ ټاپ لیول مونږ سره څو دی 2 دی او بیز لیول څه دی لیول 1 دی. خو زه نه غواړم چې لیول 1 نه تر لیول 2 پورې دا زینه جوړه کړم. زه غواړم د نیچرال گراوند نه تر لیول 1 پورې پاس لاړ شم. ایرا باید تغییر بدین. مثلا بیز لیول است ایرا باید نیچرال گراوند کنین اینمی که هستن لیول 1 کنین. این خیلی مهم هستن. با سافتویر خودش محاسبه میکنه. مثلا اونجا محاسبه کرد این دایمنشن دیزایر نمبر هستن 8 دانه رایزر میخوره رایزر ترید دیپت که هستن 27.5 سانتی هستن 27.5 سانتی و ای که رایزر هایت که هستن 175 هستن. اینجا که بیاین ایتو که کش کنین و خودش میبینی جور کرد. حالا دلتان که از او چقدر دور میخوایی اونمو چوک که اونجا میانی چقدر میخوایی چی شو اگر او طرف نزدیک میبرین اون نزدیک ببرینش یک دفعه ببینیش که وا چند است دی آی اینه 1.27 هستنی 1.27 بیخی کافی هستنی. اگر میخوایی اینه میره 140 میکنین به 140 نه 120 ما میکنیم یکم او طرف بره از این با یک کلکین مزاحمت نشه. تا اینجا خوب آمیدین نی؟ حالی ما این لندینگ برایش جور میکنیم. لندینگ سلابش لندینگ میگیرین اینمی را بگیرین از اینجا تا اینجا این پاسم جور کرده میتونه. اگر فکرتان باشه اینمی زینه کمی چی هستنی یا کمی طرفش بیا اوکی برش بید زینه ما جور شد. میبینی زینه جور شد. اگر حالی در 3D برین او پس یگان چیزایش که خراب باشه او پس هم جور میکنیم. خب حالی ما در 3D میریم که چی رقم معلوم میشه. زینه ما جور شده ولی مشکل کجا هستن؟ خب
اکسس دیوار کنه. نه کت دیوار یکی هستن اصلا دیوار بسته کرد. او که زیر ای خو ما از نیچرال گراوند شروع کرده بودیم نه این دیوار اگر ما زیر ببریم این بیس کانسنتریت نیچرال گراوند حالی برای معلوم میشه زینه ما صحیح استن او دیوار زیر نرفته اینمی کتاره او خو بند نکنه باید نه اینمی و دیگه اینمی زینه اگر سلکت کنین اینمی چی از کانکریتی نیستن خو اینجا چوب هستن دیگه موادش هم شاید چوب باشه تا باش یک سیکشنش بگیریم باز خوبتر فهمیده میشه در لیول یک میری در لیول یک در بی خو سیلینگ است اینه در اینمی لیول یک اینجا میری یک سیکشن بگی خو اینمی تو سیکشن از این طرف برایش ببین go to view کانکریتی نیستن نه یک زینه هستن یا از چوب هستن یا از دیگه اینمی تو یک چند پته داره نه یا ما میخوایم مونولیت اکستریر باشه از کانکریت جور شده باشه این را سلیکت میکنین در پراپرتیز میرین اینم اینجا مونولیت اکستریر این را انتخاب میکنین زینه جور شد اون ترید هر چیزش هست آلی میرین این را سلیکت میکنه اینجا مونولیت اکستریر تو هست بای دیفالت در سیستم هست اگر باز خودتان میخواه که زینه جور کنین میشه که خودتان هم جور کنین حالی میایم در چی میریم در خود پلان پس میریم خب در پلان میریم اینمی هندریل که هستن این را باید ایدیت شد این را سلیکت میکنین اینجا ایدیت پات هستن خب این ایدیت پات این را کار نداریم دیلیت کنین دا خلاص دیلیت کتول دا دی چه دیلیت کړو سیاواز یو لور ته پاتې سو دا دیوال بم نیچرال ګراوند پورې یو سو لاندې چې لږ سم معلوم سي نیچرال ګراوند دا دیوال بم نیچرال ګراوند پورې یو سو اوس خو زینه صحیح درته ښکاري که نه ښه اوس غواړې یا دا کټاره یې تا نه خوښېږي یا خپله دغلته چې کوم مواد په زینه کې کار سوي دا یې تا نه دی خوښ یا ته غواړې زینه کې لږ نور ایډیټ وکړې زه یو ځل پلان ته ځم دا غاړه د زینې ماته سمه نه ښکاري یعنې غواړم دا دې سره یو لیول واوسي که نه ښکاري درته که نه اوس نه دی داسې هغه بیرته ایډیټ ته لاړ سئ ایډیټ سټیر ته دا سلیکټ کړئ کولی سئ الاین ته هم لاړ سئ الاین دا زینه اوس هماغه سره یو برابر شي ولې دا هغه چې دی د کټاره خواته دی کټاره چا خواته دی پیک نیو هوست ورته ووایم مثلا دا راواخله یا که همداسې نه کېده باید اوسې ولې نه کوي ریسیټ ریلینګ چې نه کېږي بیخي دا هغه کړه ډیلیټ یې کړه صحیح ده صحیح همین کتاره مثلا در کتاره ما برای کتاره کار کنم سافتورش نیست میتونی جور کنی در ریویت هر چیز میشه بیخی خودتان میتونی دیزاین کنی مثلا از دانلود کنم از نت مثلا میشه قسم امکان به نام ریویت سیتی بیم آبجکت از آن میتونیم که چیزای دانلود کنی کتاره بالستر هر چیز و در پیمیلیم شاید باشه کتیما ولی میتونی خودتان بیخی جور کنی هر رقم که شیپا میخوایی باز یک جای هستن مدل این پلیس او باز برات میگیم که چه رقم در دلتان یک چیزی میگرده و نمو رقم چیز جور کنیم او میشه خب حالا اینمی کتاره میریم سری کتاره یا اگر میگی یک کمی پسند برات ببین پیش از اونمو سری زینه بریم یا اگر میری نه اینجا ریلینگ است خب ریلینگ است سیز ریلینگ هستن از هر جایی که میخوایی ریلینگ جور کنی این از اینجا
ولی 3D برای میتونه باشه زیر هم خب این اینجا یک چی هستن اگر شما یک التمی چې هغه ریلینگ جوړ ک ګورایس په زینه نه ورغلی ښه په زینه باندې ځکه نه ورغلی چې دلته ریلینگ کې دا پلیس ان سټیر رمپ دا مې نه و انتخاب کړی که دا ورته انتخاب کې ګوره خپله دا هغه جوړیږي فهمیدی به این گپ نه اونمو میشه این حال ایدیت میکنیم ایدیت پاد اینمی چیزایش بیخی اوسو میکنیم حال ریلینگ ما بیخی صحیح شد نه نه دای خدا مشکل نیست نه حال زینه را سلیکت میکنیم زینه صحیح زینه را سلیکت کردیم اینمی پراپرتیز زینه هستن در پراپرتیز برین اینجا مکزیموم رایزر هایت هستن 180 اینمی مینیموم ترید دیپت هستن و دیگه مینیموم رنوید ای بای دیفالت اینجا که چیزی باشه اونمو میگیره دایی اگر کدام تغییر میاری میشه که بیاریم دیگه رن تایپ هستن اینجا دیپتش چند هستن 115 هستن نه و خود لندینگ آلی اونجا که هست 30 سانتی هستن 30 سانتی ولی اون نامش 30 سانتی ولی ایدیت شده 15 هستن خب اگر این کم میکنی میشه اینجا 130 برایش بگوین صحیح مونولیتیک استیر میتریال هستن خود کانکریت هستن خب کانکریتش هم میمانیم و دیگه میایم یک چیز دیگه دیزه پر خو مشکل نلاره کنه چه مشکل داره؟ سویپ داره تقریب ها؟ سویپ چی شده؟ تقریب داره نفایم چه؟ سویپ سلاب سیده با دلتا زی رنگ تایپ تخه دلتا رنگ تایپ پا دی که بیا تخپل ایڈیٹ کو اندر سایڈ سرفیس دی سموت راسی یا سموت نوی کولای سی ایڈیٹ که خو مهم خبر دلتا دی ټریډ میټیریال چې دی اوس هلته لرګی دی که نه ډور پرین دی دا بدل کړئ موږ ماربل ورته ورکوو ټریډ ته څه وایي د پښه چې کېږه دی انګلیسي کې ټریډ دی پتا میگه نه پتا یکی رایزر است نه پتا می پت میگه چی دا ای پای که میمونه نه د انگلیسی خو سایز ټریډ و رایزر هستن دا دری تو پای که میمونه پتا سایز ها موادی پتا میگه سایز اینه ماربل خو ټریډ میتیریال برایش میگیم سایز اینجا اگر میخوای دیگه دا اپیرنس بیاین عالی رقم مواد هستن اگر دیگه داری اونو برین در ماربل تو باش ما شاید داشته باش ماربل تکسچر ماربل خود چه رقم ماربل بتن؟ این سایز؟ یک رقمش میگن اپلای خواهی ترید میتریال شد رایزر چی رقم باشه رایزر بیخی سیاه خب بیخی او دلتا رنگ اینمی بلیک برایش هر چیز که هستن هیچ ماربل نباشه مقصد بپامه که چی رقم هست خب دیگه ترید هستن ترید تکنیس هست 2.5 سانتی سایستن نه نمو قدر ماربل ترید پروفایل هستن چی رقم باشه خب اگر اینجا داشته اینمی ام ستیر ترید ما میگیریم خب و دیگه نوزینگ لنت هستن این نوزینگ چقدر اینمی ماربل چقدر برآمده باشه ما این 2.5 میگیم برایشن سایز و دیگه نوزینگ پروفایل هستن اینمی ایتو چی هستن راوند هستن راوند اونجا نوکش که پخ ما میگیم نه ای که
سی سانتی یا 30 mm کشوهایش باشه پخ میزنین یا 2 سانتی باشه یا 40 هر چقدر خب اینمی 20 ما میگیریم صحیح 20 mm و خب 2.5 سانتی چی است نه گپ نه اونجا باز اگر نمیشه امکان نداره سابتیرم باز چی جواب میده خب اپلای نوزینگ پروفایل تنها د فرنت باشه یا د سایدم باشه و اینجا اپشنا هستن فرنت این لفت باشه فرنت این رایت یا د فرنتم باشه د او طرف د ای طرفم یگان زینه ما داریم بیخی ای طرفم دیوار نمی باشه ای طرفم نه اوپن باشه شاید در طرف پخ بزنه یا پخش باشه که هیچ کتاره نداشته باشه دوا سیز حالی تنها فرنت میمانیم سیز رایزر هستن سلنتد دسی لویدلی توایی کنه خدا بیا همه پروفایل که هر شیخ کاری خواه تر کوم از این چیز پیگم کار بکا بیا چی نپیدل غزه که با هم دست زو سایده اوکی و زینه و گوره دلته مو چې دی لوړوالی مو ډېر ورکړی وینې دغه ځای کې هغه ښکاري داسې لوړ ښکاري ښه نه راځي که نه 2.5 سانتی که ما داده بودیم 2.5 سانتی فکر میکنیم بالا هستن از چی؟ اینمی خود چی که هستن؟ رادیس نوزین که گفته بودیم نه ای تو پخ زده تا زیرم پخ زده یعنی سعی شده خود دیگه مشکلی نیستن با کل چیزا فهمیدی نه حالا میریم اینمی کتاره خوشتان نمیاد دیگه تنها پایپ هستن نه خب ای را سلیکت میکنیم وقتی که ای را سلیکت کنیم اینجا اگر تایپ های دیگه است مثلا رکتینگولر هستن این خودش رکتینگولر میشه اون گرفتیم اگر این دیگه تایپش هستن گلاس داره اگر این میمانی اینمی را بان یام خوب هستن حالی شوکت بیرون رفت که میدید ای خوشتان ای کتاره خب اینجا در سافتویر هستن خب پیش از پیش ای را سلیکت میکنیم پیش گفتیم خب مثلا گلاس پینل هستن رکتینگولر هستن اینمی رقم یا خیلی پخش هستن نه اگر میخوایی را ایدیت کنی ایدیت تایپش میایی ایدیت این 30 سانتی هایت داره مثلا این میخوایی از 85 باید کم نباشه نه 85 میتن اپلای میکن اپلای میکنین اون ایدیت شد اگر باز میخوایی که نمی بالا اینجا ریل استرکچر که هستن خب در ریل استرکچر یا در بلاستر اینمی بالاسترها که ای تو ایستاد هستن نه اگر در این تغییرات میارین میشه اینجا تغییرات بیارین حالی 10 سانتی دور هستن شما اگر میخوایی بیخی دورش کنین اون برش 20 میگین اپلای کنین اوکی اونمونجا بالاسترها دور شده اگر نزدیک تو باش که 5 سانتی خونه اینمی بیخی 40 برایش ببین که چقدر میشه 40 سانتی؟ نمیشه نه؟ نگیر میره 150 میگیم اینمی 15 بیخی خوب است 10 سانتی برش میگیم این distance from previous از یکی دیگه که چقدر چی داشته باشه و این که هستن start post هستن این post هستن که 5 mm هستن نه این فکر میکنیم از اونمو هوست که هستن مثلا دیوار هستن از او 5 mm و اولیش دور هستن نه خو 85 این را رکتینگولر نمیخوایم یک پروفایل دیگه میتیم اینمی را این
تنکی بفهمیم که چه رقم میشه. خب میبینی که چقدر خورد شد. اگر اینجا در پریویو بیایم باز خوبتر به ما معلوم میشه. لیکن معلوم میشه نه؟ روزدار نماره کرده. کولای شئ داسې ایډیټ کړئ. ښه که په هر یو کې تاسو ایډیټ راوړئ، مثلا په دې کې ایډیټ راوړئ، بل کې ایډیټ کوئ، کولای شئ چې ټول ایډیټ کړئ. اوس دا چې دی مخکې له مخکې نه ایډیټ شوی دی، دا ریلینګ، داسې ریلینګ هم کولای شئ راوړئ. اینمی ریلینگ است. دایی کدام مشکل نداری یا پیش بره. چند بجه شد؟ 3 و چند است نی؟ خب بالاسترا اگر دور میکنه نه اونجا نمیکنم چرا دور نشد. اینجا برای معلوم میشه که دور میشه نه. هر تغییر که میاره اینمی پریویو چه کنه اینجا حالا در پروژکتور نمیکنه چرا خود معلوم نمیشه. خب اینمی یک زینه شد، یک زینه ای طرف ماندی، زینه باز جور میکنیم. زینه بین هستن خیلی مهم است. زینه که جور شد بخیر چه رقم که بخوای گل، هر رقم که میخوای میشه کار شود.